آزادی جنگان درستین دین و ملتان تایید کنند تو مشروع زانند. هر زمان و دوره تها در بنده ملتان استعمار حلاپا ترس و خاموشی پروشتگش و وتی مبارزاتان سازماندهیش کرتا تا که درآمدان شوتی دیه و سرزمین در بکنند. زمانی که انگریزان هندوستانش اشغال کو هند مردم مختلف ملیت و مذهبان تو پاک بودن تو و انگریزش جنگ داد و وتی آجویی و استقلالش به دست آورد. نزدیک یک قرن شگجر اوروش و بلوچستان اشغال گزید و ملت بلوچ درستین سالانه تها گجر زیر دسته هزاران درد و مصیبتش پشم دیسته. تاریخ تها هیچ استعمارگریا ای پمه وجدانی نبوده که وتی زیر دست ملت آزادی بدن، بلکه این ملت ود بودگان گنجان فشانی و مزنی همت ظالمان دیما اشتاتگان تو وتی آزادیش به دست آورد. ما هم پوتی آزادی به دست یارگ مجبور په مجاهدت و جنگی تا که اتحارین روچانه به روشنین باندات بدل بکنی. آزادی ما را کسی ندن، باید که گنزوراوری و طاقت ای وتی حقش ظالمان بگیرن و هر کسی که په ای حق لوٹی و حق گوشی اوشتید یک مزاری. ما هم یک مزاریم پرچه که استعمار پروشدهگ و بلوچستان دولت ملی جوان کنگا ما وتی هدف و مقصد قرار داده. تو چون